خب تا اینجا کار یاد گرفتیم که چطوری با بررسی فایروال، پروکسی سرور و تنظیمات IP و DNS چک کنیم ببینیم که ایراد عدم اتصالمون به اینترنت از کجا بوده. قبل از اینکه من ایراد بعدی رو هم براتون بررسی کنم اینو بگم بهتون که خود ویندوز امکانی داره به اسم ترابل شوتینگ که میتونه خیلی جاها بهتون کمک کنه. بر فرض مثال اگر همینجا من روی آیکون شبکم یک کلیک راست بزنم، از روی منوی که باز میشه گزینه ترابل شوت پرابلم رو میتونم انتخاب بکنم و با استفاده از گزینه هایی که به صورت ویزارد یعنی مرحله به مرحله به من میده ایراد رو پیدا بکنم. یا اینکه کلا شما میتونید بیاین از قسمت ترابل شوتینگ داخل کنترل پنل وارد بشین و قسمت های مختلفی رو ترابل شوت یا ایرادیابی بکنید. من اینو میام اینجا الان داخل خود منو استارت میزنم و وارد ترابل شوتینگ میشم. همینجوری که الان توی این پنجره‌ای که من باز کردم میبینید گزینه‌هایی که مربوط به ترابل شوتینگ پروگرامز یا همون برنامه‌ها، سخت افزارها، نتورک اینترنت، اپیرنس اند پرسونالایزیشن و سیستم سکیوریتی هست رو میتونید ببینید. میتونید اینجا هم از گزینه نتورک اند اینترنت استفاده بکنید و طبق گزینه‌هایی که بهتون میده ایراداتتون رو مطرح کنید و جوابتون رو بگیرید یا اینکه خود ویندوز چک کنه و ایرادتون رو پیدا کنه. اما بریم سراغ قسمت بعدی. ممکنه ایراد از وایرلس شما باشه، یعنی بررسی کنید ببینید به صورت وایر کانکشنتون برقراره ولی به صورت وایرلس دسترسی ندارید، یا حتی ممکنه که یه وقت ببینید که بقیه یوزرها کاربرها میتونن به اینترنت شما وصل شن ولی شما نمیتونید بشید. اولین چیزی که میایم بررسی میکنیم وضعیت SSID و پسورد اون هستش. یعنی چی؟ یعنی اون اسم شبکه‌ای که بهش وصل شدین و پسوردی که برای اتصال داره. الان فرضاً تو این لیستی که من دارم شبکه دنا رو من انتخاب کردم برای اتصال که وقتی روش کلیک میکنم برای اولین بار از من رمز میخواد. اما همون اولین باری که شما رمز رو ثبت کردین داخلش و سینکرونایز شد و وصل شدین بهش، اگر دفعات بعد از طریق تنظیمات مودم رمز عوض بشه یا تنظیمات سکیوریتی اون عوض بشه، اینجا با سیستم شما سینک نمیشه و سیستم شما همچنان که مشخصات قبلی رو داخل خودش داره عدم اتصال میده. بنابراین تنها راهی که دارین این که بیاین توی این قسمت اوپن نتورک اند شیرینگ سنتر وارد بشین، برین توی منیج وایرلس نتورک. از این قسمت اسم شبکه یا شبکه‌های قبلی رو یک بار ریموو کنید و مجدداً از داخل لیست شبکه‌ها اون رو انتخاب، کانکت و دوباره بهش رمز بدید. دقت بکنید فقط بحث عوض شدن رمز ورود به شبکه نیست، ممکنه که خیلی از موارد ایراد بابت تعویض نوع سکیوریتی شبکه‌تون باشه که اون رو باید از طریق تنظیمات مودم بررسی کنید. از ایرادهای دیگه‌ای که ممکنه باعث شما نتونید از طریق وایرلستون بسشین، بسته بودن مک ادرس شماست یا اینکه DHCP داخل مودم رو جوری تنظیم کردن که دیگه فرد جدید یا سیستم جدیدی نتونه بهش بسشه، یا اینکه احتمالاً IP داخل DHCP پر شده یعنی محدود تنظیمش کردن، یا میتونه به دلیل هیدن بودن وضعیت SSID یا همون اسم شبکه‌تون باشه. این یکی از تنظیمات امنیتیه که روی سری از مودم ها انجام میشه تا وقتی شما میایید سرچ میکنید داخل SSID های اطراف نام شبکه خودتون رو نبینید یا کسی نام شبکه شما رو نبینه که از نظر امنیتی یه مقدار کیفیت امنیت رو میبره بالاتر. خیلی از این گزینه‌هایی که عرض کردم خدمتتون توسط تنظیمات داخل مودم اتصال به اینترنتتون یا اونایی که از اکسس پوینت یا سویچ استفاده میکنن از طریق تنظیمات داخل اونها قابل تغییره و بعد اونها رو بررسی کنین که یک جلسه جدا رو من به اونها براتون اختصاص دادم. البته این رو هم من خدمت شما عرض بکنم که در اکثر مواردی که مشکل با وایرلس به وجود میاد با یک بار خاموش روشن کردن مودمتون و یا ریست کردن قسمت وایرلسش میتونید مشکل رو برطرف بکنید و دوباره سینکرونایزیشن انجام بشه. برای دوستایی هم که از ویندوز 8 استفاده میکنن کار پیچیده نیست، به همون شکل شما توی قسمت نتورکستون، البته من اینجا چون با سیستم وی ام ور دارم کار میکنم نتورک ها رو به صورت کامل اینجا ندارم، شما اینجا تمام شبکه هاتون رو میبینید. شبکه مورد نظری که بهش وصل بودید رو انتخاب بکنید و با کلیک راست روی اون گزینه Forget this network رو بزنید تا اون نتورک حذف بشه از توی لیست و مجددا بهش کانکت بشین
و پسوردتون رو وارد کنید. و در آخر هم این یه قسمت رو براتون توضیح میدم تا بخش امروز رو تمومش کنیم. روی آیکون مربوط به اینترنتتون کلیک راست میزنید و گزینه پراپرتیز رو انتخاب کنید. دقت کنید توی قسمت سکیوریتی تایپ و انکریپشن تایپتون باید همونی باشه که توی مودم تنظیم شده. اگر نمیدونید توی مودم چی تنظیم شده، اون جلسه ای رو که مربوط به تنظیمات مودم هست رو نگاه بکنید، تمامی تنظیمات مودم رو یاد میگیرید. همینطور توی قسمت کانکشن سعی کنید بذارین گزینه اول فعال بمونه، گزینه که نوشته Connect automatically when this network is in range، و برای دوستایی که از SSID هیدن استفاده میکنن Connect even if the network is not broadcasting its name رو هم فعال بذارید و اوکی بزنید.